یک کینوفیلمک در دعوت میکردن اومدیم نمی‌شدن نقش بازی کسی اینا پایان کاروان اینجا هفت اختر میشه و اون طرف هفت اختر اینجا اون بناورگیری اینمی حالی هنر خد یکم جایی که کسی قکش بناور میگیریم و پیشکش شما میگردونیم چیست برای مردمی خرید رجب بیا Parma. Evet, parkurun parmayı cebiyor. Para şunu cebiyor. Ama kubay hemen cebiyor. Kıtayı çok kadar tırayı attım amuda. Cebiyor ama. Kızım. Nasıl? Sen mara nasıl? Buna hamsoya tolosuyla hamsoya. Açay çayı nesi bakıyor? Oo. Mara nasıl? Çıkıyor artık. Ne oğlum ne gülüyorsun? یک زن زوی نستی انتظار باش یک خاطر کمه کارت تامیات کنالی سیرسان اتوبوسه سم بروبت بره خونه اتاق و چش نه در موقع همیشه در نماری یک تو بیا سر کوله همین بادینی من نه خرید من همیشه تو یا با جنین پیاز بگو یا با بادرین بگو من سیامکه سرشید مثل بخدا فیلم بخشش یک دو سه بودکان نخواننگم بزنیم کجا اومده که خونه میدریم پدر خونه رو میگیریم خیر بینده نیا خونه تخم کبسه خوب بسنه بسیار بر میخیرم بعد خیمه را قرم کرد من سون دادم در اون چیز مهنت کردم و گشتم گفتم که منیره جان بسیاری بر میخیری خیسته جنجو کرد گفت من خونه اتاق میرم خیست جنجو کرد رفت یا با رفتم بسرش آتش ندوده کن خیلی رفتی نوا به نزدیکی یک صحنه بنیاد زور زور پیشکش مخلصان میگردیم با همراه استاد مسعود شریف و استادان صنعت دست سعادت عزیز من جانکه حاضر ما با یاسمین زنگ میزنیم با همون سروینده ای که میگوید کاش کبوتر میبودم. خب برادر عزیز من خواستم با یک چیز روشنی اندازم. سلام به هر یکی شما دوستانی عزیز. نمیدونم با کی زنگ زنم یعنی که چی خیل یاسمین انا این که میخواد بسیار سروداش از در توپ یوتیوب اینستاگرام و تیک تاک یاسمین بسیاریاتون گوش کردن این سرودچه وای آدم نیست وای روبوت های برادر عزیز خیلی روبوت اینم کامپیوتریسته که اینم سرود پرو استودیو انا وایو فقط مونتاژ میکنن با کامپیوتر همون سیناری همون سرودی هوای موضوع سرودی هوای می نویسن وای روبوت بره میگیره خودش مونتاژ میکنه مینوسه میمونه میخونه وای آدم نیست. شما با هر چیزا باور نکنید خیال نکنید که وای یگون اکتریسه یگون سروینده یگون چه وای نه سروینده تاجیکی خدمای نه سروینده ایرانی نه افغانی نه روسی نه انگلیسه پروسه مونتاژ قضیه یاسمین توق می‌نویسه اهمیت دادن فامیلیش نیست در یوتیوب مودم وای پروسه روبوت بچه خاطی روز ما گفتم با یاسمین زنگ میزنیم که خواستم شما خوش روم موضوع صحبتی مرا بفهمین که یاسمین که اینقدر سروداش در توپ های باید نگاه کنه هر کس گرفته از این منتج که ایسا سرودی یک اکای دیگه وای شهر کلوبای اکای جمعه خان سرودی وای گرفتن موضوع سرودی وای در یاسمین منتج کرده زدن برو وردن خیلی که چی کارو میکنین آشتون شوا میتونین بکنین ای گاب سری چی رفته سری گاب سری یاسمین کامپیوتریستایی که شوران استودیو داریم که گرفتن او یازنا دومود سرود گرفتن در یاسمین زدن در ای برو وردنش گویا که سرودی یاسمین اگه نیره اکای جمعه خون گفتن یا آدم برو واگی بود صاحب شعر اکای جمعه خونه کاش کبوتر می بودم شما با پایت پر می زدم همین سرود داشتم ما گوش کردم چند بار بعد فهمیدم ایشان استادم که
این پروسه پروگرامیستایی که با عقلن کو امنی نوایو میگیره مونتاژ میکنه. یا سرآینده تاجیک خدمت برادری ما هم گرفت یاسمین قطی خودش مونتاژ کرد برو در یوتیوب این چیزا بعد همش فهمیدیم خواستیم به همین چیز یک روشنی اندازم دوستان عزیز. با کسانی که رکلام لازم باشه خو اتمی خو فابریلیک یا مگزینایی که فقط کارهای حلال دارن یا شرکت‌های کارهای حلال دارن همونها میتونن دلیلش که هم مراجعت کنین. ما خودم اومده بلوخ نیستن نه خشت وقت صحبت کرد رکلام کرده مونتاژ کرده در صحیفه میپرتم با نرخی دسترس با قیمت و سلامتی سربرام میشه واسه همین چیز روشن. چجام علاقه خدمت زحمتی دختری کی ایکون سوربون دختری سوربون بیا ما برام ادرسش گفتم بیا چجام او خانم بازی کرد سلام بگین لسن یعنی بچه‌ها بیایتون کنه اکنون کدام شما من زن مارو شما مارو زود چجام مارو باید زن ببین بلش ما درو بازی کردیم. بس کنید بچه‌ها بس کنیدتون کدام از شما شمگانگست بازی میکند همین کدام شما بودیدتون انا همونت من زن میدیم تمام ما چجام میکنیم بچه من شده بازی کردم این بعد 8 سال بعدی من این برامدن میره جنجال میکنم بعد 8 سال میشم همینجا یک کمبودش دیدم ده هم سند خوندگی میدونم همینجا یک کمبودش فهمیدم که تا همون حالت با همین حالت در دو میلیسه دو طرف بکپی انا زیر میشه باز دوری بعد میشین بعد 8 سال بعد کامera ka dosti e bacha kamera ka dosti آخری پاپولار نمیشیم ده بچه بگی خورده سما باشه بود سوال بود او کالر بچه‌ای سیو ماسکانه با کلبسه بس رنگ ما قرغان ماشینه که بیو من بریگش نگیده پرده بیو هم خبار که باروشی زده سر من این آدم افغان بوده سال می اومده دادا اول میدونی بچه بوده معقول نیست سوجازی سلامت باشید به سواس یا که خیلی برای یوتیوب استاد ما که صحبت که کم ترک برای یوتیوب لطفا جان من برای ساخته است من برای ساخته است مولا حقی من حقیقی نه مولا حقیقی جشته حالا مولا حقی یک صحنه زور سیونکا که ایسان روزهای نزدیک پیشکش شما میشه یک رولی کسب بگیم ده من اومایستم یک کجک دبنانی هستم سلام علیکم زنده باشن با پادپیسچیکان یوتیوب کانال دوست مراد شریپوف چی گفتنی هستم لایک موندن و پادپیساتسا کردن در کانال انا مردی صنعتکار مردی اصیل هنرمند اکای دوست مراد جان شریپوف فراموش نکنید با تخلصی دولجوان همه وقت با پیش ما میخوایم که یک فیلم نغز یک فیلم کوتاه متراژ برای یوتیوب برای خواهد بنوار بگیریم و روزهای نزدیک از کانال انا استاد عزیز اکای دوست مراد جان میتوانید تماشا کنید زنده باشن خدا جان من نه هیچی نگفتم من دخترم رو بیام گفتم نمیدونم اگر مادرش یکون چی گفته باشد این کرما بعضی خلوفی ها دارد بعضی خونگاه دارد بعضی سروشگری ها هم دارد اگه بخشیش دارد تلفظ بیان کردید کرما راست دیگه بعضی خلوفی ها دارد لیکن در اصل بچه گنده نیست راست دیگه هیچی گب نشید تام رو بیارید که دیگر سلامتی ها خوب کارها شکر خدا ما می‌ایستیم می‌کنیم تمام میاد اگه دوستی عزیز همین اوبا انرژتیک بسیار میزنم بعد همین نرکوی رو مری هم میشه بود نمیدونم بخواست باید شزدم هم خوب اینجا قید کی خیلی نخوبی است زیرا چند قش نخوبی است 3-4 سال چی هی درنی خد اگر زور به برادر عزیز هی درنی خد اگر زل اوکروب کوریاندر کار توزای زور درنی خد شاور درنوی مبجازیش ده خدا را شکر سکریدای خیلی سونا میخریم همین انرژتیک بسیار همین گازیلوف که میخریم هم سلامتی زیان داره بعد این خلقی هم یک آموخته میشه به خوردنش اکوز زیاد ما جنوار گرفتی سمروی خرد نمیتونه دوستی عزیز سلام بر شما دوستان عزیز یک برادر خاص صحبت که سلام ریال نرفت سه صحبت گفت که من نمیخرم مقصدم خیلی گفتم چی باز من خرید موردمش گفت که من خیلی عاشق که بس کردم انرژتیک خوردنم بعد
همه این لیست ما دوستی عزیز خواب ندارم بسیار و خواب تا ساعت 11 البته خواب میرم خدمت اسپاکانا بیرون میبرم یک چیز داره در همین انرژیتیکو که با میخوای همسا بخری اگر خواب نداری مثلا خواب نجخیده است میگیری میزنی با آمختگری داره برادرم یگان تجربه آب حیات نمیبره نه آب حیات آبی که بیگاز سوری بدم چای سیاه بهترین برادرم درنمو خوردن این انرژیتیکو رو بسیار جزیرش دیگه بهترین درن خیلی زور ده سلامت باشین زنده باشین رفتیم بیا کو نه دروازه هوی بردسن کادر ده پشت گوی کادر بیا رفتیم کو کنی او سالون جون رحمت چا؟ او چا؟ تراکسیون کا کیسین تمام انا بخیر سخن میگی بس اینم دو بار بس انا که بات میبروی لا باید بگی نه برو ما همه جا مخه بچت کادر جزی نک برات آقا چی میگن میدره او چا میگه او خیس راز تو ادری خونه برو چه خوبه وقت تو پروست اینترس میشه تو میبروی تو میگوین نشناختم چقدر تو خونه تو یا آدم بیگانه میدره بیا یا برگاب زا همش یک روگی پلان بگی تمام نکش ویدیو نک وقتی نمونه برای تیک توک رفتیم تو گفتانی که چی با کادر وقتی نمونه رپتیسیا رفتیم بیا خیلی رفته است چا؟ او چا؟ نشناختم برادر سلام علیکم کی در کار بود شما را نشناختم شما چیکار میکنید در خونه ما؟ خونش من ما ما این خونه را ایا کامپیوتر بود خدا رحمتش کنه اینو گذاشته بود فروشی گفتن ما اومدیم همین را یک از خریدیم یکنی ماشین همینجا زندگی می‌کنیم جوان اوچا پوشش اینجا من خدمت ما اویلم زندگی میکنه یا بی دارم همون زندگی میکنه اون کسی زندگی نمیکنه چیکار کرده گفتی؟ اینو گذاشته یک کامپیوتر بود خونش خریدیم مادر ما ها کی گذاشته اینو؟